این جمله رو ما از خانوما زیاد شنیدیم که من عمرمو به پای بچه‌هام گذاشتم، یا 20 سال جوونیمو کنار شوهرم سوختم و ساختم. در نهایتم معتقدن هیچکی منو دوست نداره، یا به قولی هیچکی قدر زحمت‌های منو نمیدونه. به نام خالق زیبایی، من فرزانه هستم و اینجا کانال زن زندگی. ما خانوما همواره دنبال عشق و توجه در جهان بیرون میگردیم. میدونید چرا؟ چون این عشق و توجه رو از درون دریافت نکردیم. بذارید با یک مثال ساده واسهتون توضیح بدم. اگه شما یه چیزی که خیلی دوست دارید، مثلا یه گوشی تلفن آخرین مدل خیلی دوست دارید، الانم اتفاقا آیفون 17 خیلی رو بورسه، رنگ نارنجی کیهانی، پولاتون رو جمع کردید و واسه خودتون خریدید، حالا یه کلیتون هم فروختید. حالا اگر ببینید یه نفر همون تلفن رو از پارتنرش، همسرش کادو میگیره، شما خودتون برای خودتون خریدید ولی دوستتون، همکارتون میبینید اون رو هدیه گرفته، آیا ناراحت میشید؟ حسرت میخورید؟ ارزش تلفنی که خودتون خریدید آیا واسهتون کم میشه؟ نه، برعکس، حتی ارزشمندتر هم میشه، چون با تلاش خودتون اونو به دست آوردید. دیگه دنبال این نیستید که کسی اونو به شما هدیه بده. حالا برعکسش، این تلفن رو خیلی دوست دارید اما نمیتونید بخرید، اصلا درآمد ندارید، شغل ندارید. حالا اگر یه نفر به همسرش یا پارتنرش اینو هدیه بده چی؟ بلا فاصله این حس حسادت میاد بالا، حس کم ارزشی میاد بالا. اگه همسر یا دوست پسر داشته باشید که دیگه خدا به دادش برسه، تا یه ماه اینو چماق میکنید، میزنید تو سر اون بیچاره که دیدی فلانی واسه زنش چی خرید، واسه دوست دخترش چی خرید. از درون احساس کمبود میکنید. دائما با خودتون میگید چرا من نباید اینو هدیه بگیرم؟ چرا همسر منو دوست نداره؟ چرا دوست پسر من به من اهمیت نمیده؟ ما وقتی چیزی از درون تأمین نشه در دنیای بیرون دنبالش میگردیم، به همین سادگی، از اینم ساده تر حتی، فقط باید درکش کنی. تو خودتو دوست نداری، خودت به خودت عشق نمیدی، به خودت احترام نمیذاری، برای خودت اهمیت قائل نمیشی، اون وقت این چیزا رو در دنیای بیرون دنبالش میگردی. شاید بگی الان چه ربطی داره بابا، من خیلی خودم رو دوست دارم اما بازم کسی قدر منو نمیدونه. واقعیتی نیست، ذهنت داره گولت میزنه. دوست داشتن چند تا مرحله داره. حالا خیلی مفصله، واقعا تو چند تا جمله نمیتونم خلاصه بهتون بگم، اما کلی بخوام بگم دوست داشتن باید در کلام، در افکار و در رفتار ما باشه. بذار باز با این مثال کوچیک واسط واضح ترش کنم. آیا در کلام به خودت احترام میذاری؟ این جملاتو گوش کن ببین واسط آشنا نیست؟ خاک تو سر من کنن، چقدر من بی ارزم، من خاک بر سر گفتم اینجوری نکنم و من بمیرم که انقدر احمقم. هیچ وقت از این جمله استفاده نکردی؟ حتی توی افکارت هر جا که به خودت به عنوان مخاطب حرف بد زدی و احترام خودت رو حفظ نکردی، حتی در افکارت، بدون که خودتو دوست نداری. حالا در رفتار یعنی چی؟ چقدر پیش اومده که ما خانوما همه چیزای خوب و قشنگ رو فقط برای مهمون استفاده کردیم. خودمون توی ظرف کهنه لب پریده با قاشق چنگال تا به تا غذا میخوریم، اما مهمون که میاد اون ظرف چینی قشنگا رو میچینیم با قاشق چنگاله دست طلایی. همینجوری هست یا نه؟ چقدر پیش اومده که قسمت خوب غذا رو تو بشقاب مثلا بچه‌مون یا همسرمون گذاشتیم. تا حالا شده تنهایی بری رستوران، شده بی دلیل یه چیزی برای خودت بخری که اصلا لازمش نداری، فقط خوشت اومده، حس خوبی داشتی، دوست داشتی واسه خودت بخری. خیلی کارا هست که اگه دقیق نگاه کنی میفهمی اون عشقی که باید به خودت بدی و ندادی. شاید بگی اما اینا ربطی به این که کسی قدر منو نمیدونه نداره. اتفاقا کاملا مربوطه. جهان مثل آینه با ما رفتار میکنه، همون چیزی رو به ما میده که ما نشونش میدیم. نمیتونی موهات نامرتب باشه بری جلوی آینه موی مرتب ببینی، همون چیزی که هست رو میبینی. اگه این احساس عشق و دوست داشتن درون ما نباشه، از بیرونم دریافتش نمیکنیم. شاید درکش الان یکم واسط سخت باشه، چون این مبحث خیلی مفصله. اصلا دوست داشتن خودمون نیاز به یک دوره کامل خودآگاهی داره. اما در همین حد، با همین آگاهی اندکی که من بهت دادم، سعی کن یکم بیشتر خودتو دوست داشته باشی. اگه یه عادت بد داری که مثلا به سلامتی آسیب میزنه، سعی کن رفعش کنی. مثلا اگه غذای ناسالم میخوری، اگه ورزش نمیکنی، هر چی، یه تغییر کوچیک در هر روز میتونه نتایج بزرگ در طولانی مدت بیاره. بودا میگه تو
به اندازه هر کسی در کائنات به محبت خودت احتیاج داری. من نمیگم، بودا میگه. و سخن پایانی: زن زندگی می‌آفریند و زنان آگاه زندگی زیبا. برمیگردم.